معلم دوستم آموزگارم شما را دائما در یاد دارم. السلام علیکم بیننده های عزیز ما. امروز ما در دهه همیشه سرسبز و زیبای آقسای زمین هستیم. در یکی از آن دانشگاه ها مکتب های بانفوذ دهه آقسای در مکتب میانه رقم 13 یکی از آن آموزگاران امروز زادروز دارند که طول چندین سال حیاتی خود را برای تعلیم و تربیت دادند و البته برای جسماً یتو کشته باور رسیدن نسل نورس که در فن جسمانی تربیت درس داده آمدن امروز 60 ساله شدند. البته آلتی معلم فاضلوف را تبریک میکنیم. همراه شمایان و هم میبینیم. شما تیار باشید. سلام علیکم معلمان، آموزگاران عزیز، خوانندگان گرامی. من امروز در این مکتب بانفوذ دهه آقسای یکی از آن آموزگاران معلم که تمام عمر خود را در این مکتب گذرانده برای نسل نورس هم تعلیم و تربیت داده، چخلی که در فن جسمانی تربیت جسمان مکمل کردن جوانان حصه گذاری کردند. هر یک ساکن این دهه آقسای را پرسم اگر در وصف استاد فاضلوف چقدر سخنهای نیک و نکویشان هست که من امروز در جشن 60 سالگیشان نیز در اتاق کاری اند و همراهی شاگردانشان، همراهی همکسبانشان امروز زادروز خود را جشن گرفته ایستادند. البته ما از نام خود، از نام فرزندانشان، از نام تمام کلکتیو مکتب میانه رقم 13 استاد عزیز فاضلوف آلتوبای معلم را در روز خرسندیشان در جشن 60مین میلادی عمر صمیمانه و صدقاً تبریک میگویم. بگذار که این خیل عمر را باز چندینش را ببینند و همیشه برای این خیل نسل نورس تعلیم و تربیت داده گردند و البته از انسان نامی نکوم مانده است. من استادی عزیز لایق این نام گشتند که آموزگار هستند. هر یک آن نفرانی که تعلیم دادن، تربیت دادن، علاقه در جایهای کلانترین کار میکنند و نام استاد را ورد زبان میکنند. معلم دوستم آموزگارم، شما را دائما در یاد دارم و یاد آرم همه پند شما را، نصیحت های دلبند شما را. البته استادی عزیز زادروز مبارک، روز خرسندی را مبارک باد میگویم. چخلی که من امروز از سیمای خودشان معلوم است که معلم فن جسمانی تربیت، البته خودشان نمونه شده بس بحری انمخیل طالب علمان، بحری خوانندگان نمونه شده، آنها را به سلامتی، البته به ورزش و سپورت جلب میکنند. البته این است همیشه مانند امروز خوش و خوشبخت گردید و هر بار آمدن خیلی تبریک کردن نصیب کند. حاضر نوبت را به دیرکتور مکتبی میانه رقم 13 میدهیم. مرحمت استادی عزیز. تشکر بسیار. السلام علیکم خوانندگان محترم، مهمانان عزیز و استادان ارجمند. چخلی که حاضر حسین جان گفتن، امروز در مکتب ما بخشیده به روز تولد یکی از استادان عزیزمان آلتوبایکا فاضلوف که همه جمع آمده، من فرصت را غنیمت دانسته به این استاد عزیز پیش از همه عمری دراز، صحتی و سلامتی در آینده در روزگارشان خانواده می طلبم و با اجازت شمایان از نام مأموریت مکتب توفه نوارز داریم با استاد فاضلوف آلتوبایکا میسپاریم. مرحمت. خرسد میزنیم امامان. مبارک شد. مبارک باشد.
مهربان. من امروز آلتوبای معلم به شست در آمده است، شست کمالات. از نام معارف خلقی ناحیه نورآباد، از نام فخریان نورآباد، از نام جمعیت معرفت پرور نورآباد این شخص را با تحفه ناارض تبریک بگویم. رحمت استاد، سلامت باشد، صد داره ساق باشد. من ما از فرصت استفاده برده در تدبیر امروزه ما نام گفته گذاشتیم. یکی از همدهگانمان که در خارجه کار میکنن، ما میخواستیم برای حامگی صمیمانه خود در ساحه تعلیم که سال خانش 2021-22 به همه خوانندگان مکتب در هر چهاررگ با مبلغ $100 زیاده از 1 میلیون فرستادن که به همون بچه های نقص خون، اعلی خون، سپورتون تا که موتیواسیون شده به دیگران عبرت شده، دیگر همه آنها همه خیلی به مانند آنها اعلی خون شود گفته سهم ارزنده گذاشتن. نزدیکی برای در مکتب برای طلبگان از زیاده از 600 متر از دهه آب آوردن، یاردم کلان دادن و ما صحبت کردیم که در آینده نیز دست یاری دراز میکنم. گفتن با اجازت شما ما افتخارنامه خود را به میر و حضرت سپاریدن اجازت میدید. مرحمت معلم سپارید. رحمت شما در راضی شود خدمتتان در رحمت سلامت باشید. همین خیل باز یک افتخارنامه داریم با یک جوانی همه اقصا، یگیتی همه اقصا که سنجان میان بستن از یکی با از سرمایه خود یک تا خودت نو کافته یک شلنگ ناز با مکتب توفه کردن که هر روز برای طلبگان آب ریخته میستد. رفیق پرویز عرب داده می شود افتخارنامه. مبارک شود، مانده نشود برای خدمت خلق. حاجی اکه گفته اعلام میکنیم. سلامت باشه. خوانندگان محترم، این خیلی دستی یاری دراز کردگی بسیار است. خیلی که ما در سرشوی مکتب گفتیم برای سهم ارزنده گذاشتگی هاشون مولانوف شاه عزیز، خواجه نصرالله دیگرها باز خدا خواهد در فیلیالمان یک تا همی خیلی تدبیر کرده با آنها وقتی تشریف آوردن شد سپاریدنی هستیم. افتخارنامه نوبتی با خواجه حکمت الله هست می همینجا فرزندشون فرزانه مرحمت زنده گذاشته. قریب هر هفته پرسیده میستن از حال ما، از حال خوانندگان. مبارک شود. من طرفی باید من در آخر همین گفتانی هستم که خونده میتیم با یک تا تشکرنامه این اکن حاضر یک تا باید کدیم عبرت شود گفته در آینده در دیگر تدبیرها، روزهای معلم در سالهای نو، در نوروزها همین خیلی بسیار تشکیل میکنیم. میخونم: محترم پدر و مادر احمد و ملکه، تعلیم و تربیه پیش از همه از عائله آغاز می‌یابد. بی‌فرق نبودن پدر و مادران نسبت تعلیم و تربیه باعث موفقیت فرزند در مکتب می‌گردد. صمیمانه به شما معلوم می‌نمایم که فرزندتان در بین همصنفان از جهت اقتدار، آداب و دانش زینه‌های بلندتر سزاوار گشته است. حصه والدان در این کار نظررس است. همه این را به اینابت گرفته مأموریت مکتب به شما سپاس خود را اظهار می‌نمایند. احمد و ملکه مرحمت. تبریک میکنیم شما، تبریک میکنیم. رحمت. از همه شمایان خواهش میکردم و استاد را به دوره
تکلیف کردم میخواستم. خوانندگان ما در حق استاد شعرها دارند و ما وقتمان که کم است یک تا موزیکای شوخ میشد از طرف گروه حسین جان. استاد و خوانندگان برقص برآمده با رقص خود تبریک میکنن. شعرم بود میخوای پیش شعر خونم بعد چقل شوید چقل شعر به نام نیکت آموزگار دارم، در انجمن به دستت چون تحفه سپارم. بهر سپاس خاطر دستت همه فشارم، منت پذیر است و دایم به روزگارم. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. حرف درست خواندم از شوق می دمیدی، ناقص که می نوشتم با خش می تنیدی. تا سر بلند باشم بسیار سرخمیدی، باریگران مهنت بر دوش خود کشیدی. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. در گیروداری هستی گفتی که با هنر شو، از اوج سر کشیدی از قهر با خبر شو. از دانشی زمانت پیوسته بهره‌ور شو، در حفظ خلق و کشور فرزند نامور شو. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. تقدیر نسل مردم بر ذمه تو بار است، زین بیشتر به دنیا دیگر چه اعتبار است. آموزگار آنگه نامی تو بختیار است، شاگردی با وفایت بر خلق افتخار است. زین رو بزرگ هستی مثل پدر معلم، در عالم معانی همراه بر معلم. معلمی محترم سالتون مبارک باشد. رحمت به شما. رحمت. خم به خوانندگان صنف دو. دوست دارم زبانی رودکی را، زبانی تاجیک و فارس و دری را. زبانی تاجیکی میراثی مادر شیرین است، و جانی ما برابر. زبانم افتخاری ملتی من، زبانم افتخاری دولتی من. بیاموزم زبانی ملتی خس، نمایم خدمتی خلق درنده. زبان پاکیزگی و اخلاق انسان، بماند یادگار از بزرگان. ندانی گر زبان چون کور باشه، اگر دانی زبان مسرور باشه. زبانی تاجیکی هم باغ و بوستان، زبانی حکیم دوستم آموزگارم، شما را دائما در یاد دارم. علم و عرفان دانید مکتب مایان، مکتب دهی ما با خوبی اش نمایان. معلمان دانا گشته به ما رهنما، از شعر و علم و ادب سبق می‌دهد به ما. روزتان مبارک معلم. همراهی استادان، استادی عزیز فاضلوف یک جایه یک تا میرسیم. بعد از آن برای تاریخ را پر از عکس‌های زیبای آموزگاران کردن. نوبت را با فوتوسسیون می‌تیم. مرحمت سرودهای شوق شود. بعد از آن رسم گیری می‌کنیم. رحمت برای خوانندگان، رحمت برای اشتراکتان. تشکر. جای تو
سوی من دنیای من دنبال من مهتاب خوشگل شبای من دیگر من مسکن من شب و بیاد سوی من دنیای من دنبال من مهتاب خوشگل شبای من تویی که با من باشه عشقم دنیا همون که یاد تو باشم از تو می‌ندیسم بیاد از توی من دنیای من دنبال من مهتاب خوشگل شبهای من دوستم نمارو یک بار ببینم خرمایه ارمان با دلم بیمار ندیدم خرمایه خدکی بلش سرکن روی کمش سرکن خدکی بلش سرکن روی کمش سرکن خلکی سمش سرکن دختر کاغر میره خلکی سمش سرکن دختر کاغر میره یک کبلا دلیره آیره آیره آی آی Anam hacir kılamam, atam hacir kılamam. Cennet onun payda, atamın duayda. Beni cennetin kalitesiz, atam beni. Kanatımsız, anam beni. Cennetin kalitesiz, atam beni. Yelkende kanatımsız. Assalomu alaykum mehmononi aziz, do'ston azizon. Mana imroz dar ro'zi xursandi, dar ro'zi zodro'zi ustodi aziz omuzgor ki chandin solha hayoti khud ra baroyi ta'lim و tarbiya dodani nasli navras, baroyi sport و ورزش، albatta tarbiyayi jismoniy onha ra boz ham tarbiyat kardan, omuzgori karda muallimi fani jismoniy tarbiya استادی عزیز فاضلوف رو امروز تبریکگویی آمدیم. اگر بمالال باشیم، اگر البته فاضلوف آجی بای معلم همراهی منیر خاله به صحنه تکلیف میکنیم. مرحبا. منیر خاله مرحبا.
استادی عزیز زادروز مبارک. امروز حاضر مهمانان تا آمدن در مکتب 13 مهمان شدیم. همراهی شاگردانشان، همراهی همکارانشان تبریک کردیم. امروز که زادروزتان است، مولود خجسته است. در بالا گفتن 60 ساله. هم تو ادور نیا کنیم هم صیفا خودشان باهات یکن چند ساله بمانن. چند؟ نه حالی یاش 19 من اتوریشه گفتن دختران 19 ساله. بگذار انم خیلی جوان شده گشتن نصیب کنند. چطوره که در حقیقت معلم فن جسمانی تربیت خودشان هم برنامون قاعده ها رعایت کرده جوان شده ایستاده. بگذار خیلی جوانی به صحت سلامتی و چشم نرسد و همیشه در سر فرزندها سایبان شده گردید. همراهی مدیر خاله عمری دراز نصیب کند. سر فرزندان با سایبان شود. حاضر فرزندان عزیز جگربندانتان، البته علمی رایتی، فریدونکه، فاضلکه، خما رایتی، شهزاد جان میگویند 100 بوسه زنم خاک قدم‌های پدر را. 100 بوسه زنم خاک قدم‌های پدر را، بردیده کنم منزل و مأوای پدر را. 100 رنج کشد روزی تمام از پی نانه، وای صدقه شوم همتی والای پدر را. یک روز نگفت خسته و افسرده شدم من، وای صدقه شوم همتی والای پدر را. پدری عزیز، امروز روزی خرسندی، زادروزی را مبارکباد میگوییم. چو سعدی پیر گردی کم نبینی، چو حافظ شاد باشی غم نبینی، چو جامی عاقل و فرخنده باشی، چو سینا در دل و در دیده باشد. بگذار معلم از همه کسب پرشرفترین است در جامعه ما. در حقیقت که خاکسارترین فرزندها را با مهنت حلال کلان میکنند. هر یکی آنها را از حد امکان صاحب کسب و هنر کردن به حرکت میکردگی انسان ها، چرا که در خانه خاکسارترین انسان ها این استاد و آموزگاران هستند. من نه فقط برای فرزندان بلکه برای فرزندان هر یک ساکن دهه آقسای علم و معرفت آموزاندگی انسان شخصیت استادی عزیز فاضل میباشند. امروز زادروز را مبارکباد میگیم. مدیر خاله خاطراتون باسته روز زادروزتان بود. استادی عزیز امکجانی عزیز ما خوش رکعت شعرش که تبریک کرده بودن شما. هر چند که معلم جسمانی تربیت باشنم شعر خواندن برای شما. امروز برایشان تبریکات نغز و نیکتان را میشنویم. مرحبا. مهمانان عزیز خوش آمده به درگاه ما. من برای روز تولدشان تبریک میگم. 100 سالشان. خوشا پیر شویم گه داخلش با. میگذارم خیر روزهای خرسندی در خاندانتان هویدا باشد. حاجی بابا و حاجیانه گفتن نصیب کند. در سر فرزندان همیشه باشد و دعاگوی باشد. حاضر از نام فرزندان علمی رایتی میخواهند تبریک گویند. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز و استادان عزیز. من امروز پدر جانم 60 ساله شد. در پیشونی ما و در وقت ما همه وقت پیر و به دولت گردید. در سر ما همه وقت سر شده گردید. صد به دروید و بعد پیر شوید. حتی مادرم خوشه پیر شده گردید. تحت قرصک می شود می مبارک باشد. مبارک باشد. استاد سازی من در اینجا از دانکش هم مغزش شیرین ببین نبیره شیرین ببینید که در دستش کتاب قیمت بهاترین را داشته ایستاده. بابا جانم حاجی بابا شوانه و سر دسترخوان بشینن من چهارریزه که بابام شوان گفتن نیت کیسین خودشان. مرحمت بابا جانشان ما کتاب قرآن میسپارن. مرحمت. مبارک باشد. البته جای نمازش هم سپاره من سپارید بابا جانشان با. مبارک باشد. گلدسته آنها جانشان با میسپارن. مبارک باشد.
Safarjon marhamat. Biyotan yoni bobojonashon baisto. Marhamat. سالگی تو تبریک میکنم. بیم کتی گردید. پیش 100 سالشه با. بابا جان بزاد روزتان تبریک میکنم. الهیم 100 بدرهای باری دیگر تبریک میکنم. مبارک باشد. یک تا تبریک کنیم ها. مرحمت. صح سلامت باشی هم وقت من در همین سالش فرزند رو نه صح سلامت کردی هم وقت گفتی رنگی پدرمون 100 دوی رحمت. رحمت مبارک باشد. البته جامعه های زرین رو مبارک باد میگویم. البته حاضر استاد همراهی خالجانی عزیز من در اینجا شیرینی زیبا را تیار کردن فرزندها برای پدر عزیزی خاندان برای شاهستون طلایی خاندان نیت کرده. البته شیرینی را میبریم بعد از آن تناول میکنیم. مرحبا. مدیر خلا هر بیابان نیت کرده کارت رو داشته شما شکف میکنیم اکتوالی. مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. مدیر خالا نزدیک تری سه دکت شیرینی اخوری ما دستی استاد برحمت. مبارک باشد. البته صاحب جسم خودشان هم خیرم شیرینی را. بله سیف خودکان کلاسکان بودید یا اینجا بشتیم به کلاسکان؟ این کلاسکان متعضا داگه مرحبا. از هم سیفان سخنهای تبریکاتی را میشنویم. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. من امروز روز خرسندی در عائله جوره ما در عائله همسین ما آلت داملا امروز از سن 60 در آمدن من نفقه بر آمدن. ما اینجا در همسین در نشست اشتراک کرده ایستاده ایم. از نام همسین ها جورمون را با این روز فیروزش تبریک می‌نامیم. با تو داملا عمری دراز، صحت سلامتی بر دوام با یک جای با همسرشون عمری دراز بینن، حضور بالا چقدر نیوره همشه بینن با عمری دراز برن با مانند پدرشون. اینجا یک تحفه وای داریم چپان وای هوا با داملا اجازه میسپاریم. مرحمت. جامعه ها را میپوشانند. مبارک باشد.
البته حاجی بابا شدن نصیب کند مبارک باشد اگر سخنهای تبریکاتی باز هم باشد اگر میشنویم رفیقان محترم همدیاران عزیز منم اولتوبایی که بسیاری 60 درآمد این اولتوبا این دوی پدرشون گرفتگی من در حدیث میگویم که اولتین آمد دو آل علم اولتوبای این دوی پیرا گرفتگی خدا خالص عمر دراز میبیند و دوی این صحت سلامت باشه دنیا باشه اولتوبای صحت سلامت باشد پیر شود پیر بدولت شود. البته این لحظه استاز حاضرف یک جایه میبینیم که چقدر انسان ها برای تبریک شما آمدن میرقصیم شما از صحنه شدنش نیست همه مهمان ما در اینجا همسینفان در این طرف استادان در این طرف دوستان و نزدیکان اشتراک دارند خیلی نزدیکان البته پیش از آن باشن اگر من در اینجا بیبی جان ها میخواهند تبریک گویا نه مرحمت بیایید کنی سخنهای تبریکاتی را شنویم مرحمت کلان کتی پوشا پیر شوان الهیم حضور بچه هاشون ببینم بابام برای عمر دراز بینن رزق فراغ بینن الهیم همیشه یفتگی هاشون بزرگی ناز داره و همه که دیوزدیونشون مول شوه خدمت کنیم ما آمده همینجا شینیم مول شویم و کم نشویم الهیم همه هم کلاسوش کتی همیشه همه خیلی شینن هم یک کشون عمر دراز بینن رزق فراغ بینن توی تماشا ده گردن همیشه ساق باشیم سلامت باشیم شما دایم رحمت سلامت باشن انا نه این میدونید میچی من همه کوسارا چشم ساران است که من در اقصایم اهالیک بایم میرانکول بایم انا آبی زلالی چشم ساران انا ساکنان دهات را خوش زبان و شیرین زبان میکرده است تمام انمی ساکنان کوهستانی بر این بلندگوی میکروفون رو تیم اگر شعر از که تبریک میکنن نمیدونم گفتگیشون با اگر میدونم گویان اگر یک روز رو پانی با سخنگویی میگذرونن ما باشا نوبت رو با سرودهای زیبا میدیم یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم مرحبا Por todo
در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا. در حقیقت پدر ابرمرد خاندان هستند، پدر قبلگاه فرزندان هستند. امروز پدر عزیز آموزگار که چندین سالها حیات خود را برای یکی از کسب‌های پرشرفترین وظیفه‌دار کرده، برای نسل نورست تعلیم و تربیت دادن، آلتیبای معلم فاضلوف را در جشن 60 سالگیشان تبریک کردیم. از نام فرزندان و نزدیکان، از نام جگربندانشان آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید و خود را احتیاط کنید. صحت سلامتی همراه شما باشد. با ما باشید با شبکه شهنام. زنگی دلی من میبرد شباده باغ پدر، زنگی دلی من میبرد شباده باغ پدر. اجاز بخشد خامران سمین باران سر، اجاز بخشد خامران سینه باران سر. زنگی دلی من میبرد شباده باغ پدر، زنگی دلی من میبرد شباده باغ پدر. اجاز بخشد خامران سینه باران سر، اجاز بخشد خامران سینه باران سر. لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورد، لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورد. باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورد، باغی غریب گلفشان پیغام مهتاب آورد. زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر، زنگ دل من میبرد شباده باغ پدر. اجاز بخشد خامران سینه باران سر، اجاز بخشد خامران سینه باران سر. لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورد، لالاگی باران ده بر طفلتا خواب آورد.
باغی غریب گل فشان پیغام مرتاب آورد باغی غریب گل فشان پیغام مرتاب آورد زنگ دلی من میبرد شباده باغی پدر زنگ دلی من میبرد شباده باغی پدر اجاز بخشد تا مرا سینه نباران سر اجاز بخشد تا مرا سینه نباران سر اجاز بخشد تا مرا جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز